سلام، من پناه علیزاده هستم و اینجا فروشنده شو هست و امروز میخوایم تو روز 19 در مورد یک سری باورهای مالی صحبت کنیم. تو قسمت 17 و 18 کلی باورهای خوب گفتیم، کلی خاطره گفتیم در مورد شرایط اتفاقاتی که برای خودم افتاده بود و اون موقعیتی که برای خودم ایجاد شده بود صحبت کردم و میخوام الان در مورد یک سری باورهای جدید صحبت کنم که لابلای حرفا شاید کلی تجربه هم خودم داشته باشم. ببینید دوستان، یکی از باورهایی که دیروز در موردش صحبت کردیم، گفتیم که ذهن فقیر دوست نداره چیزی رو یاد بگیره و دوست داره با همین شخصیتی که داره، با همین شرایطی که داره خودش عوض نشه، هیچی یاد نگیره، هیچ کاری نکنه، ولی بیرون یه جهش کوانتومی بکنه و یهو شرایط مثلا عوض بشه. اگر که ما بپذیریم که تمام اتفاقات بیرون نتیجه درون ماه، نتیجه باورهای ماه، دیگه ما تلاش نمی کنیم و حتی اگر تلاش هم نکنیم دیگه منتظرم نمیمونیم بیرون تغییر کنه. ما کم 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 خودمون رو تغییر میدیم. بچه‌ها، حتی یه تغییر کوچولو بیرون رو عوض میکنه. مثلا مثل این مونه که کسی تا حالا تو عمرش مسواک نزده، ولی همین مسواک زدنه به محض اینکه شروع میکنه یه کار جدید رو انجام میده، نتیجه بیرون عوض میشه. ببینید بچه‌ها، ما میتونیم مسواک نزنیم، هیچ کس هم ما رو مجبور نکرده که ما مسواک بزنیم. خب اما در ادامه زندگی یک سری مسائلی گریبانگیر ما میشه که برمیگرده به مسواک نزدن ما. مثلا دندونم از لحاظ زیبایی و از لحاظ ظاهری دیگه اون جذابیت رو نداره، جرم میگیره، رنگش عوض میشه، بد دهن بوی بد میگیره و حتی اگر با همه این هم اوکی باشیم، بعد از یه مدت که دندون شروع میکنه به فرسوده شدن و خراب شدن، دیگه اون دندون درده مال منه، دیگه اون هزینه مثلا عصب کشی و پر کردن و کشیدن و اینکه وقت باید بذارم برم اونجا، همه اینها گریبانگیر منه. کسی هم مجبورم نکرده که مسواک بزنم، ولی اگر نزنم در دراز مدت وقت منو میگیره، احساساتمو درگیر میکنه، حالم بد میشه، روزم خراب میشه، اصلا دیگه خیلی خیلی درگیرش میشم. خب این کار کردن روی خودمون و باورهای خودمون هم بچه دقیقاً همین کار رو برای ما میکنه. این که من روزی یه دونه باورم رو اصلاح کنم، مخصوصاً باورهایی که مربوط میشه به درآمد و اینها، بیرون سریع خودش رو نشون میده بچه ها. یعنی اگر زندگی ما الان باب میلمون نیست، به خاطر اون مسواک نزدن باورامونه، به خاطر تلاش نکردنمون برای اصلاحه. یعنی چیزی نیست که من الان بگم خب من الان مثلا خیلی بهش وقت نمیذارم، حالا این چیزا که مهم نیست، بابا اصلا کی گفته طرز فکر من روی بیرون اثر میذاره؟ بیرون همه چی خرابه و اقتصاد خرابه و نمیدونم ملت نون ندارن بخورن، اینجور داستان ها. اگه اینجوری فکر کنی، توی شرایطی قرار میگیری که خودت هم جز این آدم ها باشی. اما اگر بیای بگی که آقا من همه اینجوری فکر کردم، اینجوری زندگی کردم، نتیجه شد این، حالا میخوام اصلا یه جور دیگه فکر کنم، هیچ کاری هم نمیخوام بکنم، میخوام یه جور دیگه فکر کنم، میخوام بیام توجه کنم به آدمایی که درآمد میلیاردی دارن، بدون اینکه قضاوت کنم که بابا این شانس داشته، این باباش پولدار بوده، این مثلا همسرش پشتش بوده، پدرزنی، پدر شوهری، کسی، بیام فقط نگاهشون کنم، فقط نگاهشون کنم، هیچ کار دیگه ای نکنم. همین که من اصلا کارم عوض نمی کنم، تلاشم هم بیشتر نمی کنم، هیچ کاری نمیخوام بکنم، خب فقط بیام نگاهشون کنم. ببینید بچه ها، میدونید مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که مثلا من خودم اصلا مسواک نزنم، بعد بیام یه کسی رو نگاه کنم، فقط نگاه کنم، کسی که مسواک میزنه، من هیچ کاری نمیخوام بکنم، فقط نگاه کنم کسی که داره مسواک میزنه.
اگر قبلا میگفتم مثلا این دندوناش خیلی خوشگل و خوش فرمه، ارثیه، الان دیگه اینو نمیگم، فقط دارم نگاهش میکنم میگم چقدر باحال دندوناش، چقدر قشنگه، چقدر دندوناش مثلا تمیزه، چقدر بهداشت دهانش رعایت شده، دهنش بونه میده، چقدر رنگ دندوناش قشنگه، چقدر لبخند قشنگتری داره. بچه‌ها امکان نداره بعد از 1 هفته ناخودآگاه شما مسواک دست نگیرین. حالا بیایم روی کسایی که وضع مالی خوبی دارن، زندگی خوبی دارن، رابطه خوبی دارن، به جای اینکه تخریبشون کنم بگم بابا اینا همشون فیکن، دارن نقش بازی میکنن، میخوام میگن ما خیلی خوشبختیم، ما خیلی پول داریم، فقط نگاهشون کنم، فقط نگاهشون کنم. هیچ قضاوت این که اینا شانس داشتن و اینا جدن در جد بهشون ارث رسیده بود همه رو بریزم دور، فقط نگاه کنم. یه آدم که ثروتمنده فقط نگاهش کنم. امکان نداره از هفته بعدش درآمد شما تغییر نکنه، امکان نداره. اگر این کار رو انجام بدی بدون قضاوت و بدون اینکه بخوای تو ذهنت خرابش کنی، فقط نگاش کنی، امکان نداره ناخودآگاه بچه‌ها تغییر نکنید. میدونید چرا؟ چون جهان که بیکار نمیشینه که. وقتی شما شروع میکنی به دیدن آدمای پولدار، میری توی اینستاگرامت یه دفعه مثلا یه کسی رو داری پستشو میبینی که درآمدش میلیاردیه، میری تو خانواده میبینی دارن در مورد فلان کسک صحبت میکنن که خونه میلیاردی خریده، میری تو خیابون ماشینای میلیاردی میبینی، یه دفعه مسیرت میخوره بالا شهر خونه‌های میلیاردی میبینی. یعنی جهان تو رو پر میکنه از اون چیزی که تو فقط داشتی نگاه میکردی به آدم پولدار. اینو تست کنید بچه‌ها. جهان بیکار نمیشینه. اگه الان زندگیت پر از مشغله است، به خاطر اینکه فقط توجه کردی به اینکه مردم پول ندارن. هر جا رفتی اینو دیدی و بعد یه هفته بعد خودت هم جزو کسایی شدی که پول ندارن. بچه جهان بیکار نمیشینه. جهان با نگاه و توجه تو همراه میشه. اصلا جدن در جد شما پول نداره، جدن در جد شما مشکل داشته، مسئله داشته، آقا اصلا هرچی سنگه مال پای لنگه، همه اینا رو بپذیر، بگو اوکی میخوام بیام یه هفته فقط نگاه کنم به اینایی که دارن خوب زندگی میکنن، رابطه خوب دارن، پول دارن، همه فقط میخوام نگاه کنم، قضاوت نمیخوام بکنم، نمیخوام تخریبشون کنم تو ذهنم بگم حالا اونی که پول داره انقدرم خوشبخت نیستا که مثلا میخوام خودم رو قانع کنم. فقط میخوام نگاه کنم. جهان بیکار نمیشینه. تو رو میکنه جزء همون کسایی که دارن خوب زندگی میکنن، دارن خوب پول در میارن. بچه من دیشب توی تلگرامم یه وایس از یعنی اولین وایس دوره ثروت درون رو به صورت هدیه گذاشتم تو کانال تلگرامم. خب صبح که بیدار شدم دیدم یکی از بچه هایی که از دوره ثروت درون استفاده کرده بود و خودش فروشنده داروهای روماتیسمی به بیمارهاشه، به من پیام داد که خانم علیزاده من دیشب داشتم فکر میکردم که به این بیمارهام دوره ثروت درون شما رو معرفی کنم، چون به من خیلی کمک کرده و خیلی زندگی من رو نجات داده. من میخوام که از این بعد این کار انجام بدم، اجازه هست؟ گفتم آره عزیزم، چرا که نه، چرا که نه. حتی اگر این کارو بکنی من حتی حاضرم به درصدم بدم، چرا که نه، کی بدش میاد. من یه هدیه دادم دیشب بچه‌ها، امروزم توی استوریام میذارم، برید ببینید. به 5-6 ساعت نکشید، صبح که بیدار شدم 2 پیام دریافت کردم. یه پیام از همین دوستمون که اینجوری گفت، یه پیام از یه دوست دیگه که من گفتش که مگه شما پیجتون پیج فروش نیست، چرا انقدر در مورد ذهنیت صحبت میکنید، چرا در مورد فروش صحبت نمیکنید. من اول که این پیامو خوندم با خودم گفتم که یعنی براشون نوشتم که فروش مگه ذهنیت نیست؟
درآمد همش ذهنیت. 80% فروش ما ذهنیت، 20%ش آموزش های فروش و تکنیک های فروشه. من مدرس فروشم بچه ها، ولی دارم میگم تا ذهنیت ما درست نشه درآمدی نمیاد، سلامتی نمیاد، هیچی نمیاد. و بعدش که پیام اون دوستم رو دریافت کردم که خانم علیزاده من میخوام این کار انجام بدم، آیا اجازه هست؟ گفتم جهان میگه ببین تضاد وقتی میاد جواب تضادم سریع میاد. و من دیدم آقا من مسیرم درسته، من میتونم اینجا توی پیجم فقط در مورد فروش صحبت کنم. بچه‌ها بیاید دوره فروش منو بخرید 10 میلیون، اون دوره‌مو بخرید 15 میلیون، بیاید این کارو کنین. من میخوام چی کار کنم؟ من میخوام یه کاری کنم این جهان جای بهتری برای زندگی کردن باشه و آدم‌ها دور خودشون نچرخن، برن سرسراغ اون چیزی که حق و حقیقته. جهان به من میده پاداششو. اگر ذهنیت درست بشه بچه، جهان میاد به تو کمک میکنه که تو رشد کنی. من دیشب یه هدیه گذاشتم توی کانال تلگرامم، صبح نشده جهان جوابشو داد. صبح نشده جهان جوابو داد. چرا؟ چون وقتی تو میدونی که ارزش افزوده داشته باشی برای این جهان، جهان میگه من این آدم رو بالا میبرم، چون داره آگاهی رو نشر میده. چیزی که الان اهمیت داره اینه که بچه بیرونتون رو فقط نگاه کنید. اول یه نگاه کن ببین بیرونت کیا هستن، دوستات کیان، چقدر درآمد دارن، اعضای خانوادت دارن چیکار میکنن، چقدر درآمد دارن، از لحاظ روابط، از لحاظ سلامتی نگاه کن. خب وقتی نگاه میکنی یعنی همون چیزی که تو ذهنت داری زندگی میکنی. وقتی دور و برت افرادی هستن که رابطه هاشون خوب نیست، سلامتی ندارن و غر میزنن و پر از چالشن، یعنی تو ارتعاش خودت، فکرت و بدنت و باورهات همینه. خب وقتی اینو دیدی بگو خب حالا من دیگه کاری به اینم ندارم، میخوام یه مدت توجه کنم به آدمایی که دارن خوب زندگی میکنن. خیلی از افراد موفق بچه‌ها یه پیج نتایج دارن که مثلا شاگرداشون به نتیجه های خوب رسیدن، به درآمدهای خوب رسیدن. این آدما رو پیدا کنید، یا اینکه حداقل برید توی یوتیوب این زندگی‌های میلیاردی رو نگاه کنید. مثلا اگه توی یوتیوب سرچ بکنید مثلا لاکچری لایف، تا دلتون بخواد مثلا از این کشتی‌های تفریحی و اینجور چیزا واسهتون میاره، برید اینا رو فقط نگاه کنید، حسرت نخورید. فقط نگاه کنید، حسرت نداریم. اگه توی یوتیوب سرچ کنید لاکچری لایف، براتون بچه‌ها کلی زندگی‌های قشنگ لوکس لاکچری، کشتی تفریحی و اینجور چیزا میاره. یه هفته بچه‌ها فقط اینا رو نگاه کنید. بهتون قول میدم جهان شما رو به سمت افراد و موقعیت و شرایطی میبره که این چیزا هست. بعدش شما وقتی که این ادامه میدی خودت میشه جزء یکی از اونهایی که داره تو اون لاکچری لایفات زندگی میکنه، تو اون کشتی تفریحی و نمیدونم اون جت شخصی و اینها زندگی میکنه. چه زمانی؟ زمانی که تو توجهتو فقط میذاری روی اونا. به همین راحتی بچه‌ها. من دیروز در مورد سیستم رأس مغز صحبت کردم، RAS. خب وقتی تو به یه چیز داری توجه میکنی، ذهن هر آن چیزی که غیر از اون باشه رو فیلتر میکنه که تو فقط اون چیزی که داری بهش توجه میکنی رو ببینی. یعنی موقعیت‌ها، شرایط، افراد، آدما، پول، درآمد، همه چیز تو بر اساس اون سیستم RAS مغزته. اگه تو زندگیت خوب نیست یعنی تو اینو تنظیم کردی روی چیزایی که خوب نیست. باوری که امروز میخوام در موردش صحبت کنم اینه که بچه‌ها همین که من تو ذهنم فکر میکنم که خب من اگه الان پول دارم بشم، خب دیگه همه منو به خاطر پولم دوست دارن دیگه. خانواده‌ام که الان محل سگ به من نمیذارن، دوستام و رفیقام و فک و فامیلم و خانواده همسرم و فلان اینا دیگه اون موقع میشن چی میگن، بادمجون درقابچین میگن، چی میگن، مگسانن دور شیرینی و فلان و بهمان. همین که ما به همچین چیزی فکر میکنیم بچه ها،
جهان همچین چیزی رو به ما ثابت میکنه، یعنی به ما نشون میده الگوهایی که اینا پول دارن ولی اطرافیانشون به خاطر پول اینا رو دوست دارن. خب ولی میخوام یه چیزی بهتون بگم که گول نخورید. جهان ما جوریه که وقتی من دارم توی پول زندگی میکنم، وقتی که من درآمد خوبی دارم، وقتی که من زندگی خوبی دارم، تمام افرادی که هم لول با من نیستن رو فیلتر میکنه، یعنی همه رو میریزونه. امکان نداره تو درآمد 2 میلیارد باشه بعد جهان مثلا یه رفیق داغون بیکار معتاد بیاره بهت بچسبونه. امکان نداره بچه‌ها. مثلا مثل اونه که مثلا من الان فروشندم، خب جهان اکثر رفیقام و دوستام و کسایی که دور و بر من میذاره همه کسایی هستن که تو فروشن. به خاطر همین مثلا بعضی از افراد که توی یه شغل که مثلا دارن فعالیت میکنن میگه خب آقا این شغل منه که همه بلدن، همه میدونن، نیازی بهش ندارن، چون دور و برش پر از افرادی که این شکلیان فکر میکنه مثلا همه دیگه به این شغل نیاز ندارن، همه خودشون این کارن. مثلا یه نجار دور و برش تا دلت بخواد آدمای نجار و آدمایی که مثلا چوب دوست دارن با چوب کار میکنن هست. این سیستم جهانه، ولی نمیدونه که آقا این 1% از اون 100%، 99% افراد اصلا بلد نیستن با چوب کار کنن. وقتی من آدم پولداری میشم امکان نداره از این آدمای مفخور دور من باشه، چون سیستم جهان اینجوریه. مگر اینکه من باور کرده باشم و توجه کرده باشم به پولدارایی که دورشون مثلا از این مگسان دور شیرینی زیاده. یعنی همه چی رو ما تعیین میکنیم بچه‌ها، وگرنه سیستم به خودی خود اصلا نمیذاره آدمایی که همه دار ما نیستن سمت ما بیاد، مگر اینکه من دعوتشون کنم با توجهم دعوتشون کنم. پس اون چیزی که الان اهمیت داره این که بچه‌ها همه چیز به من بستگی داره. جهانی که الان بیرونه فقط با استفاده از همین دیدن و فکر کردن من خلق شده. دور و برم زیاد شدن این آدم‌ها و این درآمد و اینجور داستانا. زندگی ما نتیجه افکارمونه نه اعمالمون بچه‌ها. من اول یه جوری دارم فکر میکنم، بعد جهان منو به سمت همون کارا هدایت میکنه و میرم یه سری کارها رو همون جوری انجام میدم. پس فقط بیایم نگاه کنیم. ما متاسفانه آدما رو وقتی نگاه میکنیم میایم یه مقایسه میکنیم با زندگی خودمون، بعد یه عیب و ایرادی ازشون در میاریم و ولشون میکنیم برای اینکه خودمون رو قانع کنیم خب ما بهتر داریم زندگی میکنیم، ما موفق تریم، ما بهتریم. یاد بگیرید برای خودتون زندگی کنید و این یاد گرفتنه آگاهانه صورت میگیره. مگر اینکه تو اینو ببری توی مدیتیشن، اول اون سرخوردگی ها و اون پدر در اومدن ها و اینجور داستان ها رو توی مدیتیشن کودک درونت بیاری بالا که نتیجهش میشه گریه، نتیجهش میشه حق حق و بدن رو از این انرژیایی که گیر کرده توش رها کنی که مطمئن باش بیماری هات همه درمان میشن و بعد از خودت مراقبت کنی. یعنی من اول میام خودم رو درمان میکنم، نجات میدم از این همه باور مخربی که دارم، نجات میدم از این همه توسری که خوردم و وقتی که نجات پیدا کردم حالا میام دیگه عاشق خودم میشم، از خودم مراقبت میکنم و اجازه نمیدم دوباره باورهای منفی تو من بشینه یا آدما بخوان به من بی احترامی کنن یا توسری بهم بزنن. خوب زندگی میکنم، رها و راحت زندگی میکنم. بچه خیلی مهمه ها. یه جوری زندگی کنید که همه زندگی نمی کنن. یه جوری باشید که همه فکر نمی کنن. من وقتی یه سری چیزا در مورد زندگیمو میام به دوستام میگم، چون من اصلا آدمیم که هیچ وقت در مورد زندگی شخصیم با هیچ کسی صحبت نمی کنم. امکان نداره.
امکان نداره. و آدما یه سری افکاری در مورد من دارن که از دور دارن پناهو میبینن و اینها، چقدر خوبه پناه، چقدر آزاده، چقدر رهاه، چقدر مستقله، چقدر خوبه تو همه چی. بعد وقتی میام بهشون میگم که مثلا فلانی تو میدونستی که مثلا من همچین شرایطی تو زندگیم دارم؟ وای پناه واقعا؟ آره من اینو دارم. اصلا بهت نمیخوره. به هم میخوره، به فکر تو نمیخوره. چون تو همیشه فکر کردی که مثلا اگر که تو 30 سالت باشه دیگه کاراییت میاد پایین. وقتی که 30 سالت میشه دیگه نمیتونی زیبا باشی، دیگه نمیتونی جذاب باشی، دیگه نمیتونی اونجوری که میخوای باشی. من هر وقت بچه‌ها میگم که بچه‌ها من متولد 71م، واقعا اصلا بهت نمیخوره. به هم نمیخوره، چون من اصلا به این 30 ساله بودن و 32 ساله بودنم فکر نمی کنم. دیدین یه سری از افراد وقتی مثلا 30 سالشون میشه ناراحتن، وای داره سنم میره بالا، وای من هنوز ازدواج نکردم، وای من هنوز بچه ندارم، وای هنوز خونه نخریدم، وای هنوز سر کار نرفتم. چون برای ذهنش تعریف کرده آقا دختر که رسید به 20 باید براش گریست. همین جمله بچه زندگی شما رو پیش میبره. همین جمله. علاقه شدیدی دارم که بهتون بگم جوری زندگی کنید که کسی اصلاً متوجه نشه شما دارید چجور زندگی میکنید. بچه ها به خدا لازم نیست آدم ها در مورد زندگی ما اطلاعات داشته باشن. چرا اطلاعات زندگیتون رو به کسی میدید؟ چرا اطلاعات زندگیتون رو به کسی میدید؟ به خدا هر چقدر آدما در مورد شما ندونن شما خوشبخت‌ترید. ما داریم همه سعیمون رو میکنیم افراد رو راضی نگه داریم و یه کاری کنیم که مثلا اونا در مورد ما خوب فکر کنن. شما اصلا نیازی ندارید و این جزء طرحواره‌های وابستگی ها بچه‌ها، جزء طرحواره‌های تایید اجتماعی ها. باید برید تو مدیتیشن رو درستش کنید. من خودم همه چی مثلا آدمیم که همه چی رو میگم. من خیلی چیزا رو تو زندگی نمیگم، چون اگه میگن مگه داریم؟ پناه باورم نمیشه. خب چون باورت نمیشه من نمیگم. چون به جای اینکه بیای شبیه من بشی میدونم که میری میشینی حسرت میخوری. نمیگم. آقا من پناه علیزاده یه سری موقعیت‌ها و شرایط‌های توی زندگیم هست که نمیگم. چرا؟ چون اگه بگم 99.9% افراد میشنن حسرت میخورن که چرا؟ واقعا مگه میشه؟ نه بابا. آقا یه سری چالش‌ها هم تو زندگیم دارم که نمیگم، چون اگه این چالش‌ها رو داشته باشم مگه میشه تو همچین چالشی تو زندگیت داشته باشی؟ آره دارم. زندگی ما آمیخته است با چالش‌ها. حالا این چالشه میتونه خوب باشه، میتونه به ظاهر نادلخواه باشه، ولی چالش زمانی برات به وجود میاد که تو توی یه چیزی ضعف داری. وقتی ضعفتو برطرف میکنی اون چالش میشه فرصت. بچه‌ها. من یک سال تموم پیش احمد کلاته کار میکردم و هیچ کس نمیدونست من پیش احمد کلاته کار میکنم. هیچ کس نمیدونست. من حتی یه استوری از زمانی که با احمد کلاته کار میکردم نذاشتم. حتی تو بهترین لول بودم. من دستیار برند بودم دیگه، واسه خودم کسی بودم. یک نفر از اعضای خانواده ما میدونست، اونم مامانم بود. حتی بابام هم نمیدونست. اصلا نمیگفتم دیگه، چه برسه فک و فامیل. میدونید من دارم با کی کار میکنم؟ میدونید من بدون هیچ تجربه کارمندی شدم دستیار؟ من نمیگفتم اینا رو بچه‌ها.
در بهترین جایگاه کارمندی من بودم. نمیگفتم چون لزومی نداره آدم رو بدونن. همین که من میدونم من آدم موفقیم همین بسه. ما عادت کردیم همه چی هی توضیح بدیم. چرا باید آدم در مورد زندگی شخصی من بدونن؟ چرا باید بدونن؟ خب که چی بشه؟ هر چقدر به آدم ها بیشتر اطلاعات میدی بیشتر میترسی نکنه از اون اطلاعات علیهت سوء استفاده کنن. بیشتر میترسی. خب نده اطلاعاتو. لزومی نداره کسی بفهمه. جار نزنید اطلاعاتتونو. مثلا دیدی یه نفر رو میبینی، مثلا فکر کنید در مورد یه موضوعی دارن صحبت میکنن، در مورد مثلا مجردی و متأهلی. همه میدونن تو سینگلی، همه میدونن تو کات کردی، همه میدونن تو ورشکست شدی، همه میدونن شریکت پولتو خورده، همه میدونن که مثلا مامان بابای تو جدا شدن، همه میدونن. چرا باید همه بدونن؟ که دلشون برات بسوزه؟ یا اینکه نه موفقیت ها تو تحسین کنن؟ من موقعی که داشتم در مورد جذابیت درونی صحبت میکردم یکی از مواردی که بهش خیلی اشاره داشتم این بود که بچه ها شما مثل یک کتاب میمونید. وقتی آدم ها همه چی در مورد شما بدونن این کتاب خونده شده دیگه، کسی این کتاب باز نمیکنه، میذارنش کنار. ناشناخته بمونید. طرف میره دانشگاه درس میخونه، دکترا میگیره، کسی نمیفهمه اصلا، چون نمیاد بگه. من خیلی چیزا رو تو زندگی میگم، خیلی چیزا رو هم نمیگم. تازه همونم که میگم بعضی وقتا میگم لزومی نداشت بگم، ولی من چون مدرسم بچه‌ها از زندگی خودم یه سری چیزا رو میگم که بدونید اون چیزی که دارم درس میدم و من تجربه کردم. ولی همینایی که الان دارم بهتون میگم وقتی تو موقعیتش بودم هیچ کس نمیدونست. چرا باید آدم ها بدونن در مورد زندگیتون؟ کیو میخوای قانع کنی؟ مثلا دیدین این خانمایی که میرن علیه همسرشون صحبت میکنن، یا این مثلا آقایونی که میرن علیه خانواده همسرشون اینجا صحبت میکنن که چی بشه؟ که بگی من خوبم. خب تو در درونت یه ضعفی هست که داره تو رو تخریب میکنه، میگه تو خوب نیستی. برای اینکه خودتو قانع کنی میری یکی دیگر تخریب میکنی که آروم شی. آدم باهوش سکوت رو ترجیح میده. سکوت کنید بچه‌ها، یاد بگیرید سکوت کنید. سکوت کنید. این که فکر بکنی من الان مثلا پولدار میشم، آدما به خاطر پولم سمتم میان و ولش کن دیگه، حالا کی میخواد پولدار شه و کی میخواد فلان شه. این جزء اون افکاریه که تو فکر میکنی باید جار بزنی. تو فکر میکنی باید همه چی رو جار بزنی بگی و خب به خاطر اینکه حالا من مجبورم جار بزنم دیگه، این دهن من که چاک و بس نداره دیگه. خب این همه پوز دادم گفتم من پولدار شدم، حالا دیگه چجوری به اینا نبگم؟ اینا الان دور منن و کلی هم دارن مثلا خوش خدمتی میکنن، حالا پس فردا از من میخوان که من بهشون پولم قرض بدم تازه، حالا چجوری به اینا نبگم؟ اینم همه گشنه. اول اینکه کی گفته تو باید جار بزنی؟ دوما تو وقتی نمیتونی خودتو مدیریت کنی و نمیتونی به خودت بله بگی و به بقیه نبگی، تو لیاقت خوب زندگی کردن رو داری اصلا؟ تو از پس خودت بر نمیای، تو از پس زبونت بر نمیای. بعد میخوای چجوری پس از پس میلیارد پول بر بیای؟ معلومه باید بترسی، بگی خب من این همه پول داشته باشم بقیه میگن به ما پول بده، منم که نمیتونم نبگم، اون که پدر زنمه، اون که خواهر زنمه، اون که آبجیمه، اون که زنمه، اون که بچمه، اون که شریکمه. نمیتونی. من از پس زبون خودم بر نمیام، از پس نگفتن بر نمیام. انقدر بی اعتماد به نفسم، انقدر باید همیشه خودم رو خوب نشون بدم، حالا الان چجوری نبگم؟ بچه یه چیزی باتون ببندم، اگر
شخصیت ما عوض نشه، پولی تو زندگی ما نمیاد، خوشبختی نمیاد. خوشبختی هم بیاد میره. دیدی یه پول هنگفت میاد تو زندگیت، همش نگرانی که وای کی میره و منتظری که بره. یعنی برات طبیعیه که بره، بمونه برات طبیعی نیست. به خاطر همین سری میگی برم طلا بخرم، برم دلار بخرم، یه چیزی بخرم این سیو بمونه، این در نره. چون میدونی در میره. چرا میدونی در میره؟ چون انرژی خودت همینجوری داره در میره. دستت در میره، حرف زدنت، کلامت دستت در میره. و معلومه پولم در میره. یعنی ذهن فقیر براش عادیه که پول الان میاد میره. مثلا اگه 3 میلیون پول داره میگه بذار 300 تومنشو بذارم تو کیف پولم. میدونه اگه 3 میلیونو بذاره توی کیف پولش بره بیرون خرجش کرده. یعنی ما انقدر رو خودمون کنترل نداریم بچه‌ها که یه مبلغ پول رو یه مدت بتونیم تحمل کنیم، خرج نکنیم. انقدر احساس بی‌لیاقتی میکنیم که فکر میکنیم آقا باید یه جوری این پوله بره بالاخره. حالا یه لباسی میخرم، یه چیزی میخرم، باید این پوله بره. امکان نداره این پوله بمونه. موندن پول برامون شده آرزو. پول رو نمیتونم نگه دارم، چون این زبونم هم نمیتونم نگه دارم، فکرام هم نمیتونم نگه دارم. هر دفعه دارم به هر کسی یه چیزی میچسبونم. اون که زشته، اون که کچله، اون که شوهرش اونجوریه، اون که مثلا 4 ساله داره دانشگاه میره، این 4 ساله داره سر کار میکنه به هیچ جا نرسیده. هی دارم به آدما یه چیزی میچسبونم. ول کنید بیرونو. اگر من تغییر نکنم هیچی بیرون تغییر نمیکنه. و یه میانبری هست برای این تغییر. آقا مدیتیشن میکنی؟ این که من الان هر کیو میبینم نکات منفیش به چشم میاد، تو مدیتیشن درست میشه. این که من چند ساله دارم توی کاری فعالیت میکنم، درآمد ندارم، بچه‌ها تو مدیتیشن به خدا درست میشه. اگه بیماری داری، بیماری روماتیسم داری، بیماری نمیدونم دور از جونتون سرطان دارید، هر بیماری که دارید بچه‌ها تو مدیتیشن درست میشه. چرا؟ چون تو مدیتیشن اون انرژیایی که بدن منو درگیر کرده، بدن منو آلوده کرده، و قبلا هم گفتیم که دستور ما به جهان با استفاده از انرژیای بدنمونه، نه حرف زدنمون و کلاممون. اگر من بدنمو از اون انرژی آزاد کنم، بدن من خود به خود خوب میشه. درمانش بدون هیچ قرص و دارویی خوب میشه. وقتی من این انرژی ها رو آزاد میکنم، درآمد من ناخودآگاه خوب میشه. طرز فکر من نسبت به افراد خوب میشه. بچه‌ها انرژیایی که تو بدن ما مونده، خب از اون اتفاقاتی هست که از 0 تا 7 سالگیمون برامون افتاده، یا از 7 سالگیمون تا همین یه روز پیش. شدت احساس اون موقع تو بدن من گیر کرده. یه کسی بهم خیانت کرده، احساس طرد شدگی انقدر زیاد بوده تو من نشسته و سیو شده تو بدن من. من با هر کسی میخوام وارد رابطه بشم دوباره همون نتیجه رو میگیرم. میرم با شریکم مثلا کار بکنم، دوباره مثلا پولم برمیداره میره، من احساس طرد شدگی میکنم. خانواده‌ام خیلی تحویلم نمیگیرن، با دوستام رابطه کوتاه دارم، هی دارم یه نتیجه مساوی رو میگیرم، در اینی که من دارم تمام تلاشم رو میکنم. ولی بچه‌ها تلاش شما نتیجه رو رقم نمیزنه. اون احساس بلاک شده‌ای که تو بدنت هست هی داره ارتعاش میکنه، اون داره نتیجه رو رقم میزنه. تو مدیتیشن کودک درونی که میرید، تک به تک این انرژی رو میکشید بیرون، بدن رو رها میکنید. مثلا دیدین میگن طرف جن زده شده، جن رفته تو بدنش. اون جن نیست، اون حس منفی تو بدنشه، داره بیرون پرخاشگری میکنه، نمیدونه چرا. همه رو میکوبه، نمیدونه چرا. درآمد نداره، تلاش میکنه، نمیدونه چرا. چون شدت انرژی تو بدنش مونده. وقتی شدت انرژی تو بدنت میمونه بچه‌ها تولید فکر میکنه. در حالت طبیعی ما نباید خیلی فکر داشته باشیم. تمام فکرهایی که میاد توی ذهنت در مورد رابطت، در مورد درآمدت و هی میترسونتت، هی داره حالتو بد میکنه، همون موقع بگو آخ جون شفا. این یعنی این که یه حسی توی بدن من هست، داره غلیان میکنه، داره ارتعاش تولید میکنه، داره به بیرون دستور میده برخلاف خواسته من
به شکل فکر داره به من آلارم میده. یعنی بچه وقتی دارید به چیز منفی فکر میکنید آگاه شید، بگید آخ جون شفا، یه چیزی توی من هست که داره منو میترسونه، نتیجه شده افکار ترس، نتیجه شده بیماری، نتیجه شده کات شدن رابطم، نتیجه شده درآمد پایین. تو مدیتیشن بچه ها حل میشه ها. این باورایی که دارم میگم درست کنید، اگه یه بار بری تو مدیتیشن این باور ثروت ساز رو به خودت بگی که آقا پول مساویه با خوشبختی، پول مساویه با عشق، پول مساویه با معنوی بودن، همه این باوری که ما تو این 21 جلسه داریم میگیم، اگه بری تو مدیتیشن به خودت یک بار بگی، برابری میکنه این که تو حالتی که الان هستی به خودت 100 بار بگی. چقدر زمان کوتاه داره. حالا چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه بچه‌ها وقتی ما بریم تو مدیتیشن وصل میشیم به ناخودآگاه. وقتی ما بیرونیم به ناخودآگاه دسترسی نداریم. وقتی هم به ناخودآگاه دسترسی نداری باید تکرار و تمرین زیاد بشه که یه چیزی وارد ناخودآگاهت بشه. ولی تو مدیتیشن تو دسترسیت مستقیمه. هر چی میگی ناخودآگاه جذب میکنه. تمام بیرون ما رو همین ناخودآگاه ما داره رقم میزنه دیگه. خب چرا من الان هی بشینم توی حالت آگاهی هی یه چیزی رو 100 بار هی به خودم بگم خب میرم تو مدیتیشن یه بار میگم دیگه، یکی دو بار که انجام میدم بیرون نتیجه رو میبینم. تمام احساسات و انرژی های ما بچه‌ها توی حالت ناخودآگاهمون سیو شده ها. چون اگر تو حالت طبیعی بدم بود من الان میفهمدم از چی ناراحتم، میفهمدم از چی دارم استرس میگم، چه این دلشوره‌ای که دارم از کجا داره میاد. ولی افرادی که مثلا صبح بیدار میشن دلشوره دارن نمیدونن بابت چی، به خاطر اینکه تو ناخودآگاهشه، باید بری تو مدیتیشن اینو بیارتش بالا. نمیاری بالا باید زیاد تو حالت آگاهی تمرین رو تکرار کنی، وقتتو بیشتر میگیره. 0 تا 7 سالگی بچه‌ها چون ناخودآگاه ما باز بوده، تمام باورهای مالی و اقتصادی و اجتماعی پدر مادر رو ما نصبه. باید اینا رو دونه دونه در بیاری با تمرین، یه تکرار یا مدیتیشن. مدیتیشن مسیرتون رو بچه‌ها راحت تر میکنه، چون تو مدیتیشن وقتی قرار میگیری تو حالت آلفایی دسترسید مستقیم به ناخودآگاهت. هر چی خاطره اون لالوها داری میاد بالا. به چه شکل؟ به شکل گریه. چرا اینا که میرن تو مدیتیشن کودکی درون گریه زیاد میکنن؟ گریه نشانه آزاد شدن انرژی های بلاک شده است. به شدت دارن برون ریزی میکنن، به شدت گریه میکنه، بدن دلش گریه میخواد. چرا؟ چون داره یه انرژی میاره بالا، مثل یه حبابی که از مثلا دیدین ته آکواریوم میاد بالا پوپ میترکه، همینطور میشه. در حالت طبیعی ما باید ثروتمند باشیم، سلامت باشیم، رابطه‌های خوبی باشه، فکرامون فکرای مثبت باشه، تو آدما نکات مثبت رو ببینیم، به همه چیز خوشبین باشیم، توی کارمون موفق باشیم. اگر این نیست یعنی انرژی تو بدنت مونده. یا باید هر روز مدام فایلای مثبت گوش کنی، توجه کنی به بیرون، یا اینکه میری توی مدیتیشن توی درونت همه چی رو درست میکنی. من مدرس فروشم بچه‌ها. اینکه اینجا نشستم به صورت رایگان دارم این چیزا رو به مدت 21 روز بهتون میگم، به خاطر اینکه میبینم حتی آدمی که دغدغش این بود که به درآمد میلیاردی برسه و الان میلیاردره، تو رابطه‌اش دوباره گیر خورده. رابطه‌شو میره درست میکنه، دوباره تو سلامتیش گیر میخوره. آقا یه انرژی هست که هی میفته روی بخشای مختلف زندگیت. اینو اگه درست نکنی هی عین موش بدو گربه بدوه. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا الان چون ذهن میگم گول میزنه دیگه، ذهن میگه خب تو اگه الان خوشحال نیستی به خاطر اینکه درآمد زیاد نداری، میری درآمدتو درست میکنی دوباره یه بیماری میگیری. بعد دوباره ذهن میگه خب تو که پول داری چه فایده، سلامتی نداری، میری سلامتی تو درست میکنی، دوباره میای میبینی رابطت به گند خورده، دوباره میری رابطت رو درست میکنی، دوز میزنه. آقا چرا من هی دارم چالش حل میکنم؟ خب یه چیزی تو بدن تو هست دیگه، داره ارتعاش میکنه به بیرون، داره اتفاقات ناخوشایند جذب میکنه، نمیذاره تو آروم بگیری.
خب ببینید بچه‌ها، این که میگید چجوری اطرافیان من، نزدیکان من انرژیشون رو حذف کنم، همین که اطرافیان به شما انرژی منفی میدن یعنی در درون من یک کششی داره انرژی های منفی رو جذب میکنه و اون انرژی ناراحت بودن من، سرخوردگی، طرد شدن من رو شارژ میکنه. این حسی که تو بدن من گیر کرده نیاز به تغذیه داره، میخواد زنده بمونه توی من. چجوری تغذیه میکنه؟ با جذب کردن اتفاقات ناخوشایند. اگر توی من طرد شدگی هست، بی ارزشی هست، این حس من در درون من چجوری خودش رو تغذیه میکنه؟ افرادی رو جذب میکنه که من حس طرد شدگی رو بدن. یا اینکه یه آدمی که خیلی خوبه بدترین ویژگیش رو به سمت من جذب میکنه. مثلا یه آدمی با همه خوبه ولی با من خوب نیست، چون در درون من یه حسی داره از توی ناخودآگاه اون یه سری رفتارا رو میکشه بیرون که من حس طرد شدگی رو بده، به خاطر اینکه اون حسه که در درون من خودش رو تغذیه کنه. اطرافیان شما اگه انرژی منفی دارن، تو داری از توی ناخودآگاه اون، از بدن اون، از احساسات اون حسی رو بیرون میکشی که بیشتر اینو جذب کنی. اونایی که تو فروش نه زیاد میشنوید، همکار تو داره 10 برابر گرونتر از تو همون محصول رو میفروشه، همه میخرن، چرا از تو نمیخرن؟ چون تو در درونت از نشنیدن متنفری، چون خیلی جاها نشنیدی، خورد شدی، اون احساس در درونت مونده و این احساس دوباره نشنیدنهای بیشتر رو جذب میکنه که تو اون خورد شدن رو بیشتر جذب کنی و بیشتر احساسش کنی. بچه‌ها، دور ضبط کردن خیلی سخته. خب این که میگم سخته فقط به خاطر اینکه انرژی زیاد میگیره، اصلا هم سخت نیست. همین که تو باید یه مطالبی رو جمع آوری کنی، بعد پاورپوینتش رو درست کنی، بعد بیای بشینی جلوی دوربین اون رو ضبط بکنی، همین زمان میبره، سخت نیست اصلا. خب این زمان بردن برای منی که خیلی نتیجه گرام، توی ذهن من سخته. خب حالا فکر کنید با این همه سختی من چی بیرون دیدم که گفتم آقا من این دوره فروشمو، این پیج من که اصلا مخصوص فروش هست و اینو میذارم کنار، میام یه دوره طراحی میکنم که اصلا رقمش به دوره های من نمیخوره. من دوره زیر 10 میلیون نداشتم تا حالا برای فروش، ولی چون میدیدم که همه فکر میکنن اگر پولدار بشن خوشبخت میشن و اون پولداری هم که پولدار شده باز یه جای دیگه زندگیش به گیر خورده، چون متوجه شدم که اینا نمیدونن از کجا داره آب میخوره و خودم همینا رو تجربه کردم و نتیجه گرفتم، گفتم بذار آقا بیام یه دوره من طراحی کنم که هر کی میگه خانم عزیزه فروش ندارم نگم برو دوره 10 میلیونی فروش منو بخر، فروشت میره بالا. به جای اینکه بگم اونو برو بخر، بیا این دوره رو بگیر، برو تمام زندگیتو نجات بده، نه فقط فروش. قیمتش هم بچه‌ها توی پیش فروش گذاشتم 495 تومن. خب تو پیش فروش خیلی‌ها خریدن. بهشونم گفتم بچه‌ها این دوره خیلی مهمه، چون علاوه بر این که من مدیتیشن رو بهتون میدم، شما بدنتون رو شفا میدی، به بدنتون یاد میدید شفا گرفتن و خوب زندگی کردن رو، علاوه بر این که این مدیتیشن رو بهتون میدم و تمام ریز و جزء نکته‌ها رو بهتون آموزش میدم، بعدش کنارش بهتون سلف لاو یاد میدم. حالا که خودتو نجات دادی چجوری از خودت مراقبت کنی. گفتم بچه‌ها این دوره قیمتش میره بالا، بخرید. خیلی‌ها خریدن. بعد از پیش فروش گذاشتم 1,500,000 تومان. بچه‌ها ارزش این دوره 100 میلیونه، چون من 100 میلیون هزینه کردم تا متوجه شدم اون آدمی که 3 سال میره پیش تراپیست، نمیدونید چه پولایی میدن به تراپیست. بچه‌ها طرف 3 سال میره پیش تراپیست، 200 میلیون هزینه کرده، میگه یه ذره بهتر شدم، ولی نه هنوز خوب نشدم، چون نمیدونه عامل کجاست، نمیدونه عامل چیه. فکر میکنه اگه پول نداره به خاطر اینه که شوهرش ساپورتش نمیکنه، خانوادهش نمیذارن، کلی بهونه داره. خب این بهونه ها رو ذهن میاره که منطقی جلوه کنه این احساسی که در درونت هست رو.
من دارم میگم مثلا آقا دورم نخرید، تو مدیتیشن هم مثلا نرفتی، ولی باید بیشتر انرژی بذاری، بیشتر زمان بذاری که این چیزایی که دارم میگم هی با خودت تکرار کنی تا بره تو ناخودآگاه. تو مدیتیشن مستقیم میره تو ناخودآگاهت. من دارم 21 روز لایو میذارم، چون یه چیزی که آدم بخواد تو ناخودآگاهش وارد کنه غیر از مدیتیشن اینه که 21 روز اون رو تکرار کنه. حالا شما مختارید، یا میرید توی مدیتیشن این داستان رو حل میکنید، یا مدام باید تکرار کنید تا وارد ناخودآگاهت بشه. دسترسی به ناخودآگاه زمانی که بلد نباشی چجوری واردش بشی سخته. 2 تا روش داره، یکیش مدیتیشنه و رفتن توی حالت آلفاست، یکیش هم تکرار. انقدر تکرار میکنی که تبدیل بشه به عادت. پس اگر که فکر میکنی ثروتمند بشی، آدما به خاطر پولت میان سمتت، تو داری درست فکر میکنی. اگرم فکر کنی ثروتمند بشی، آدم مفیدتری میشی، آدمای مفید میان سمتت، تو درست فکر میکنی. بچه‌ها من قبلا هم بهتون گفتم هر چیزی که مانعت میشه، میخوای کار شروع کنی میترسی، میخوای سرمایه گذاری کنی میترسی، میخوای بری تو رابطه میترسی. هر چیزی که مانعت میشه یعنی یه حسی در درون تو داره مانع میشه، نمیذاره. حتی میری اون کارم انجام میدی، باز میرسی به اون حسه، دوباره اون حسه بهت میگه دیدی گفتم نمیتونی، الکی رفتی زور زدی. دیدی گفتم نمیشه، الکی رفتی زور زدی. یعنی هر چی هم تلاش میکنی تهش اون حسه میگه دیدی گفتم. این دیدی گفتن به خاطر اینکه اون انرژی در درونت هست و تا زمانی که در درونت هست اون دستور میده چی باید انجام بشه چی نشه. بیار بالا هر چی رو خودت ریختی رو. اینکه آدما تحقیرت کردن، توهین کردن، پولتو خوردن، تو رابطه بهت خیانت کردن، هر چی هست توی بدنت سیوه، باید اینو بیاریش بالا تا نتیجه بگیری. بیارش بالا، تو آگاهی نگاهش کن و بعد به برعکس اون توجه کن. اگه فکر میکنی مثلا مردا همه شبیه همن، بیا توجه کن به مردایی که خیلی خوبن تو رابطه با همسرشون، تحسینشون کن، توی ذهن تحسین کن، به جای اینکه بگی نه بابا اینم معلوم نیست تو زندگیش الان اینجوری نشون میدن خیلی خوب و خوشبختن، تو زندگیشون معلوم نیست چه خبره. بیا تو زندگیت واقعا نگاهشون کن. بهتون گفتم که اصلا قضاوت نکن، فقط نگاه کنید. فقط نگاه کنید به آدمایی که خوب پول در میارن، فقط نگاه کنید به آدمایی که خوب دارن زندگی میکنن. اگه این حس بده در درونت باشه حسرت ایجاد میکنه. یا اینکه مثلا بخواد خودتو آروم کنی، مثلا خودتو بخوای آروم کنی میگی نه بابا اینا دروغ میگن، اینا همش زرده، این حرفای زرده. چون اون حسه میخواد تو اینجوری خودتو قانع کنی. ببین ما انقدر منبع انرژی هستیم، انقدر میتونیم خودمون رو به انرژی اصلی وصل بکنیم. مثلا دیدیم میگن خونه رو پاکسازی کنید، خونه رو فلان کنید. تو هر چقدر که خونه رو پاکسازی کنی، این تویی که داری به خونه انرژی میدی. خودتو پاکسازی نکنی، خونه همونه. تو عوض شو، خونه هم عوض میشه. نیازی نیست زمان بذاری خونه رو پاکسازی کنم. انرژی تو انقدر غالبه، میگم دیگه ما جهان مسخر ماه دیگه، تو رو همه چی تاثیر میذاری. خونه خودش انرژیش عوض میشه. تو وقتی خوب باشی افراد از بیرون میان خونه رو تمیز میکنن، بهت کمک میکنن، کلی بهت ایده های خوب میدن، کلی موقعیت های خوب میدن. فقط ازتون میخوام که بچه ها یه بار بشینید به این فکر کنید که چرا من همه رو میکوبم، چرا میگم مردا بدن، چرا میگم زنا بدن، چرا میگم پول نیست، چرا میگم آقا اصلا تو این جامعه بیماری زیاده، چرا میگم، از کجا نشأت میگیره. بیام واسم منبع این کثافت رو از بین ببرم و پاک کنم خودمو. من یه وایس توی کانال تلگرامم گذاشتم،
همین وایس قسمت اول دوره ثروت درون هست. برید گوش کنید بچه‌ها. برید گوش کنید که شما دقیقاً دارید توی تاریکی زندگی میکنید. من یه مثال خیلی خوبی زدم تو وایس اول دوره ثروت درون. گفتم که مثل این میمونه که تو توی خونه هستی که چراغا خاموشه و تو هر وقت که حرکت میکنی هی پات میخوره به این ور اون ور، زخم و زیلی میشی و نمیدونی از کجاست. یه قدم میری جلوتر، آخ پات میخوره به یه چیزی نمیدونی چیه. دوباره میری جلوتر، دوباره پات میخوره به یه جای دیگه، دوباره میری جلوتر، دستت زخمی میشه. و تا زمانی که لامپ رو روشن نکنی داستان همینه. تو وقتی دونه دونه این لامپا رو روشن میکنی متوجه میشی اینجا مبله، دیگه اون مبله همون مبله، ولی دیگه مثل قبل بهش نمیخوری، دیگه زخمی نمیشی. اون مبلی که همیشه از کنارش رد میشد یا زخمیت میکرد و اصلا نمیدیدی اصلا مبل چیه داره زخمیت میکنه، دیگه الان داری میبینی که مبله، دیگه زخمی نمیشی. ما باید دونه دونه این لامپا رو روشن کنیم بچه‌ها. همه رو خاموش کردیم، همه این لامپا توی ما خاموشه. من باید اینا رو دونه دونه روشنشون کنم، با پاکسازی که میکنم، با آگاهی که دارم، با توجهی که دارم. مهمترینش مدیتیشنه. برید مدیتیشن کنید. تو یوتیوب تا دلتون بخواد، تو یوتیوب پره بچه‌ها، تو یوتیوب تا دلتون بخواد مدیتیشن های کودک درون پره. ولی اگر میخواید اساسی از صفر از بیس تمام طرحواره هاتون رو درمان کنید، من تو دوره ثروت درون براتون گذاشتم. 1.5 هزینه میکنید، درمانش رو که دارید هیچ، سلف لاوش هم یاد میگیرید که چجوری حالا از خودم دیگه بیشتر مراقبت کنم، چجوری عاشق خودم باشم. نمیخواید توی یوتیوب تا دلتون بخواد زیاده بچه ها. پراکنده هست ولی خب بهتر از هیچیه. یه کاری بکنید بچه ها، بهتر از هیچیه. میگم تو یوتیوب هست، تو کانال‌های مختلف انواع اقسام مدیتیشن ها هست. برید یه کاری بکنید، برای خودتون یه کاری بکنید، نجات بدید خودتون رو، دست از مقصر کردن افراد و آدم‌ها و موقعیت و شرایط و اجتماعی بردارید، شروع کنید. یه چند روز به خودتون مرخصی بدید، فقط برید مدیتیشن کودک درون بکنید بر طرحواره هاتون. من یه مدیتیشن توی کانالم دارم، پینشم کردم، برید اون مدیتیشن رو انجام بدید. اگر گریت گرفت و حق کردید، بدون پر از این احساسات سرکوب شده ای، چون هر دفعه که گریه میکنیم اون انرژی میاد بالا و رفع میشه. رایگانم هست توی کانال تلگرام، یه دونه‌شو گذاشتم، برید ببینید. اگه میخوای اصولی این کار رو انجام بدی، باید 1 ماه زمان بذاری، هر روز مدیتیشن های هر کدوم از طرحواره ها رو انجام بدی. بچه‌ها دیگه نتایج عوض میشه. جهش کوانتومی میکنید. شما نمیدونی، ولی در درونت بدونی که شما بدونی یه سری احساسات داره اتفاقاتی رو جذب میکنه که تو همون احساسایی که ازش فرار میکنی و دوباره به دست بیاری، همون نتایج رو بگیری. 10 سال دیگه هم بگذره، تو باز نتایج الان رو میگیری. همین احساساتی که از نتایجی که الان به دست میاد میگیری، 10 سال دیگه هم همین. شاید کارت عوض بشه، ولی مدیر عامله باز دوباره همون حسی بدونه که مدیر عامله الان بهت میده. آدما عوض میشن، کار عوض میشه، ولی همه نتایج و احساسات همونه. یه نگاه کن چند سال رشد نکردی، از لحاظ مالی، از لحاظ رابطه، از لحاظ اجتماعی، از همه لحاظ. چرا رشدی صورت نگرفته؟ خب یه چیزی در درون من هست نمیذاره دیگه. پس باوری که امروز در موردش کار کردیم این بود که ما فکر میکنیم اگه به یه جایی برسیم بد میشه، من نمیتونم دیگه نبگم، آدمای منفی میان سمتم، مگسان دور شیرینی میان و فلان و بهمان. دیدم اگر من درست بشم آدمای خوب جذب میکنم، موقعیت خوب جذب میکنم، همه چی رو خوب جذب میکنم.
بهترینا رو براتون میخوام بچه‌ها و امیدوارم که نخواید وقت تلف کنید، سریع برید سر حل مسئله، برید تو مدیتیشن تمامش کنید بره. باورایی که الان دارم در مورد ثروت بهتون میگم، خب اگه تو مدیتیشن یک بار همین باوری که آقا پول مساوی است با معنویت و خوشبختی و عشق و علاقه و اینجور داستان‌ها، همین باوری که میگیم تمامی شغل‌ها پتانسیل یکسانی داره برای پول درآوردن، تمامی آدم‌ها پتانسیل یکسانی دارن برای پولدار شدن، معروف شدن، مشهور شدن، همینو اگه تو مدیتیشن کودک درون به خودت بگی، برابری میکنه با 1 ماه تمرین و تکراری که هی به خودت بگی 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 بگی. چون تو مدیتیشن تو حالت آلفایی مستقیم ضمیر ناخودآگاه باز جذبش میکنه، ولی تو حالت بیداری با تمرین و تکرار باید وارد ضمیر ناخودآگاه بشی. همین که تو توی ضمیر ناخودآگاه توی کودک درون تو مدیتیشن به خودت میگی تمامی شغل‌ها پتانسیل یکسانی دارن، بچه‌ها میدونی چه انرژی آزاد میشه؟ یعنی تو دیگه به یک خیال راحتی عمیق میرسی که آقا من چه برم موزیسین بشم، چه برم مدرس فروش بشم، چه برم مثلا چی میگن چیپس و پفک بفروشم، به یک اندازه درآمد دارم، پس بذار بشینم سر علایقم کیفشو بکنم. همین باوری که تمامی شغل‌ها پتانسیل یکسانی دارد بچه‌ها خیلی مهمه ها، خیلی نتایج بیرون عوض میکنه. همین که من بدونم من با رونالدو یکیم، منم میتونم نتایج رونالدو رو داشته باشم، همین به تو کمک میکنه که تو دست و پا نزنی برای اینکه رونالدو بشی. طبیعیه که رونالدو باشی. اون موقع ذوق و شوقت اونقدر میره بالا که تو دوست داری یه سری تمرینا بکنی، دوست داری یه سری کارا بکنی، دیگه از سر دوست داشتن میری یه سری کارا میکنی، نه از سر کم بودی که من خیلی دوست دارم مثل رونالدو بشم. وای دیگه تا الان میگم من چه بخوام چه نخوام رونالدو میشم، چون همه آدم پتانسیل معروف شدن و مشهور شدن و پولدار شدن رو دارن. من الان از سر عشقم میرم سر اون چیزی که دوست دارم، توش معروف و مشهورم میشم به اندازه رونالدو، حتی بیشتر ته نداره. من مثال زدم براتون دیگه، گفتم توی ایران افراد ثروتمند به اندازه مثلا خارج از کشور نمیتونن ثروت بسازن. چرا؟ به خاطر اینکه نمیدونن که آقا از یک شغل میشه بی نهایت پول در آورد، سقف نداره، همه پتانسیل یکسانی دارن. مولتی میلیاردرهای ایران با مولتی میلیاردرهای خارج از کشور خیلی فرق میکنه. چرا اونا پولدارترن؟ چرا اونا زودتر به پول میرسن ولی ما دیرتر میرسیم؟ چرا؟ چون ما تو ناخودآگاهمون باید تلاش کنی، زحمت بکشی، پدرت در بیاد. ولی خارج از کشور اینجوریه که بچه‌ها دوست دارن کاری که دارن انجام میدن و وقتی که تو دوست داری مانع نداری، احساس کمبود نداری، بیشتر جذب میکنی پول رو، در حد بی نهایت جذب میکنی. دیگه نمی ترسی از سرمایه گذاری کردن روی خودت و ترسات، نمی ترسی از سرمایه گذاری کردن روی بیزینست. ترسات رو رد میکنی، ترس رو میبینی ولی کار رو انجام میدی. من دیروز در مورد ایمان صحبت کردم، گفتم بچه‌ها ریسک مال کسیه که باوراش مثبت نیست، میگه ریسک. وگرنه کسی که باورش مثبت باشه نمیگه ریسک، میگه عشق. میخوام عشقم میکشه این کارو بکنم، حالا یا ثروتم میره یا نمیره، دوست دارم این کار انجام بدم، حسم میگه انجامش بده، حالا یا میره یا نمیره. پس عمیق کار کنیم، عمیق بشیم. بچه‌ها ما همه کارامون سرسری شده، چون داریم هی فرار میکنیم، حواسمون نیست. بودو غذا درست کنم، بودو خونه رو تمیز کنم، بودو مثلا الان فایلمو آماده کنم، بودو برم لایومو برگزار کنم، بودو برم دوش بگیرم. اصلا هیچ کاری که داریم انجام میدیم و حس نمیکنیم، چون انقدر حسا در درون ما هی داره رزونانس میکنه، هی از این کار میپریم به اون کار. الان خونه رو تمیز کنم، بعدش برم دوش بگیرم، بعدش برم غذا درست کنم، بعدش برم لایو برگزار کنم. هی داره میچرخه. چرا میچرخه؟ چون هر دفعه یکی از این حسا هی میزنه بالا. یه بار این حس طرد شدگی میزنه بالا، خب الان همسرم میاد پس باید غذاش آماده باشه که منو طردم نکنه، بهم توهین نکنه، بذار برم غذاش آماده کنم.
دوباره خب من الان دوش نگرفتم، بذار برم زودتر دوشمو بگیرم که آدمی ورزشتری باشم، آدمی بهتری باشم، بدوام برم مثلا دوشمو بگیرم، وای هنوز مسواکمو نزدم، وای خونم تمیز نشده، وای این نشد. هی داریم هر کدوم از این احساسات و طرحواره ها رو هی برای اینکه مثلا سرپوش بذاریم بدو داریم همه کارا رو میکنیم. با انجام دادن کار این حسا ارضا نمیشه، خلأش هی بیشتر میشه. باید رفع کنی که وقتی میری دوش میگیری 100% توی دوش گرفتن باشه. وقتی داری غذا درست میکنی 100% حواست تو غذا درست کردن باشه. وقتی داری خونت رو تمیز میکنی 100 روی خونه تمیز کردنت باشه. صدت باید روی همه چی باشه. اگه همه کارات بدو روی هر کدوم 2% 3% مثلا داری تمرکز میکنی، بدون نتیجه که نمیگیری هیچی، این حسای خلأ نگرانیات هم بیشتر میشه. اصلا میگم من تو لایو که میام واقعا تصمیم میگم در مورد یه چیزی صحبت کنم، بعد اصلا آگاهی منو به یه سمت دیگه ای میبره. بچه اصلا امروز قرار نبود در مورد مدیتیشن صحبت کنم، من می‌خواستم در مورد چند تا باور مالی صحبت کنم، ولی خب قطعا خیره و قطعا خدا میخواد که شما یه سری چیزا رو بشنوید. خدا میخواد که خودم یه سری چیزا رو به خودم متمرکز باشم. دقیقا همینه. وقتی داری لایو میبینی لایو ببینی، وقتی داری غذا میخوری غذا رو بچشی. طرف داره لایو میبینه، از اون برم مثلا دوباره لپتاپش رو چک میکنه، خب حالا اینو نگاه کنه، الان برای ناهار چی درست کنم، خب الان بعدش چه کتابی بخونم. دقیقا همینه. ذهن باید تربیت شه که الان میخوایم ورزش کنیم، فقط ورزش کنیم. دقیقا همینه. ذهن باید الان متمرکز باشه. بچه‌ها الان میخوایم فقط لایو ببینیم، الان میخوایم فقط مثلا پاورپوینتمون رو درست کنیم، الان میخوام فقط کتاب بخونم. نه اینکه کتاب بخونم خب حالا نهار چی درست کنم، شب کی برم بیرون، کی چی کار کنم. بی خیال. این ذهن عادت کرده به پرشا، من عادتش دادم، حالا باید توی یه کاری بشونمش، بگم بشین آروم باش. از الان به بعد دیگه داستان همینه، هر چیزی رو درست و به جا پیش میبریم. هی نپر از این کار به اون کار، بشین. خیلی سخته بچه ما یه جا بشینیم هیچ کاری نکنیم، اصلا بدن عادت نداره، باید مدام یه کاری بکنه، یه فکری بکنه، هی از این فکر به اون فکر بپره. هر چقدر که مدیتیشن بکنی فکرت کمتره. از این که بچه ما وقتی یه جا نشستیم توجهمون جای دیگه است، به خاطر اینکه فکرمون زیاده. فکر زیاد از کجا تولید میشه؟ از احساسات سرکوب شده بدن. وقتی من احساس طرد شدگی دارم به این فکر میکنم شب الان با دوستان میرم بیرون کدوم لباسامو بپوشم که قشنگتر باشم. خب وقتی این احساس طرد شدگی در من نباشه اصلا به این فکر نمیکنم من چی بپوشم، که حالا یه چیزی میپوشین. اون موقع تصمیم میگیرم از الان بهش فکر نمیکنم، من میخوام لایو ببینم. وقتی فکرتون زیاده بچه‌ها، خیلی جهش فکری دارید، بدونید احساساتی در درونتون گیر کرده که داره به شکل فکر خودشو نشون میده و در بیرونم به شکل نتایج نادلخواه. بهترینا رو براتون میخوام. امیدوارم که ول نکنید مدیتیشن رو. عین یه چیز واجب، عین یه غذای هر روزه اینو به ذهنتون بدید. رها نکنید. مدیتیشن مهمترین بخش زندگی ماه. اگر میخوای دندون سالم داشته باشی باید مسواک بزنی. اگر میخوای ذهن سالم، زندگی سالم و آرامش داشته باشی باید مدیتیشن کنی. ولا غیر. خیلی هم ذهن فرار میکنه از مدیتیشن که نه بابا حالا من کتابشو دارم میخونم دیگه، حالا این لایو رو دارم نگاه میکنم. خوبه بچه ها، خوبه،
ولی مدیتیشن میبرد تو اعماق خودت که اصلا خبر نداری. یه خاطره هایی تو حالت آلفا برات میاره بالا، چون ما ما الان نمیتونیم یه سری خاطره ها رو یادمون بیاد که بدونیم از چی ناراحت شدیم، این احساسات از چی در ما مونده. وقتی تو حالت آلفا میری، ناخودآگاه باز میشه، خاطره ها میاد بالا. الان تو حالت آگاهی نمیتونی خودتو شفا بدی، چون احساساتت تو حالت آلفاه، تو حالت الانت نیست. باید عمیق شی اون احساساتو بیاری بالا. وقتی اون احساسات میاد بالا، یه اتفاقات خود به خود میفته. بریم که حداقل روزی یک بار و حداقل 1 ربع 10 دقیقه مدیتیشن کنیم، ذهن رو عادت بدیم به یک کار جدید خوبی که براش مفیده و بهش سلامتی میده و ما رو هم سلامت میکنه، هم از لحاظ روحی، هم از لحاظ روانی، هم از لحاظ جسمی. بازم میگم تو یوتیوب دوره های مدیتیشن خیلی زیاده. اگر که اصولی و عمیق میخواید این کار رو انجام بدین، دوره ثروت درون رو حتما تهیه کنید. و بچه ها، من تضمین میکنم اگر شما دوره ثروت درون رو تهیه کنید و نتیجه نگیرید، من حاضرم 2 برابر پولتون رو بهتون برگردونم. ببینید چقدر این دوره تأثیر گذاره که من همه جا میگم اگر نتیجه نگرفتین 2 برابر پولتون رو بهتون برمیگردونم. برید مراقب خودتون باشید. فردا روز 20 میبینمتون. فردا و پس فردا 2 روز آخره دیگه بچه ها. بریم که خوب استفاده کنیم. مراقب خودتون باشید. فردا میبینمتون. خدا نگهدار.